آیا زنها می توانند بفهمند که شما در مسیر ترک خودارضایی، ندیدن پرن و استحاله کردن هستید؟ یادت باشه رفیق، زنها حس شهودی و حس شیشم بسیار قوی دارند و اگر تو این مایه حیات رو در مدتهای طولانی هدر ندی، متوجه این موضوع خواهند شد. در این ویدیو چیزهایی که زنها از شما متوجه می شوند رو بررسی می کنیم. شماره 1: چشمها پنجره‌ای برای ورود به روح هستند، پس تعجبی نخواهد داشت زمانی که شما سفر ترک و استحاله رو آغاز می کنید. اولین چیزی که زنها متوجه می شوند چشمهای شماست. درخشان شدن چشمها یکی از اولین چیز هاست. بعد از اینکه شما پرن دیدن رو متوقف می کنید و شبها زودتر و بهتر و به دور از نور گوشی می خوابید، چشمهای شما درخشانتر و گیراتر خواهد شد. وقتی شما خودارضایی رو ترک می کنید، بدن شما مواد مغذی را حفظ کرده و آنها را به قسمت‌های دیگر بدن می فرستد تا مورد استفاده قرار بگیرند. شماره 2: انرژی شما وقتی خودارضایی نمی کنید تغییر می کند. شما تشعشع انرژی مثبت بیشتری دارید و همه، مخصوصا زنها، آنها را متوجه می شوند. این تغییر نامحسوس و پنهانه و ممکن است شما سریعا متوجه آن نشوید. این تغییر زمانی آغاز می شود که شما چرخه لذت جویی و احساس گناه و شرم را در هم می شکنید و انرژی شما از سطح پایین به سمت بالا، یعنی غرور و افتخار، پرواز می کند. یعنی خوشحالی و اعتماد به نفس. این تغییرات حتی در زمینه‌های دیگر زندگی شما نیز قابل مشاهده است. برای مثال، شما در باشگاه انرژی و اعتماد به نفس بالاتری خواهید داشت، وزنه‌های بیشتری جابجا می‌کنید و زنها نیز متوجه این موضوع خواهند شد. همانطور که گفتیم، زنها در مقابل مردها حس شهودی بسیار قوی دارند. در اینجا دوست دارم به یک نکته خاص برای کسانی که در این مسیر هستند اشاره کنم. این مسیر و راهنمایی به بیش از 200 مرد کمک کرده تا چرخه اعتیاد رو در هم بشکنند. در کانال تلگرام تلنگر مدیا نکته ها و مطالبی قرار میدیم که به شما کمک خواهد کرد که این کار را ترک کنید و از همه مهمتر، در درون خانواده نجات تمام نقش راه‌های ترک خودارضایی به شما داده شده. اگر مشتاق هستید که به جمع و خانواده ما بپیوندید، اولین لینک دیسکریپشن ویدیو رو چک کنید. شماره 3: ذهن پاک. با ترک این موضوع ذهن شما تیز و برنده میشه و تمرکز بیشتری در طول روز دارید. وقتی در کنار یک دختر هستید میدونید که باید چی بگید و تسلط کامل به مکالمه دارید. وقتی کنار یک دختر هستید ذهن شما صحنه‌های پرن رو مرور نمی کند و خیلی آسانتر می توانید با آن دختر ارتباط بگیرید. این اتفاق به این دلیل می افتد که شما خودتان را از ترشح دوپامین فیک و مرکز پاداشدهی مغز رها کردید و می توانید بهتر تمرکز کنید. شاید این برای شما جالب باشد که زنها به طور یقین متوجه می شوند که شما از لحاظ ذهنی پاک هستید و در زمان حال حضور دارید و در ذهن خود زندگی نکرده و این موضوع خودش رو در تعامل و مکالمه ها نشان خواهد داد. شماره 4: پوست سالم. توضیحات شماره 4 رو در کپشن قرار میدم. اگر میخوایی در زندگی پیشرفت کنی و به سمت تبدیل شدن به یک مرد واقعی پیش بروید، فراموش نکنید ما رو سابسکرایب کنید و کمی عشق با لایک کردن ویدیو به ما نشان دهید. بدرود.